اومدم 2 دندون بذارم برای این عروسکه، دیدم چسبه تموم شده. گفتم خب حالا 2 قطره از این در میاد بیرون که ما بتونیم این دندونا رو بچسبونیم. خلاصه هر کاری کردم هیچی در نیومد. بعد نمیدونم چرا یه دفعه‌ای یه چیزی تو ذهنم تداعی شد. گفتم آدما هم همینطوری هن. آدما یه روزی مثل همین تمام میشن، همه وجودشون رو صرف میکنن و دیگه تمام میشن. حتی دیگه کوچیکترین ریاکشن نسبت هیچ چیزی نشون نمیدن. مثل این چسبه تموم شده. پایین برم بالا بیام، پارش کنم بازش کنم، تموم شده آقا. تموم شده. هر کارش بکنی دیگه تموم شده. حالا این که یه چسبه میشه بری لنگش رو بخری، ولی آدم ها اینطوری نیستن. آدم ها واقعا جایگزین ندارن. آدم ها دیگه مشابه ندارن. آدم های خوب مخصوصا آدم هایی که تو آخرین قطره وجودشون قابل استفاده است. همه وجودشون پر از عشقه، پر از داده است و همینطوری میبخشن از وجود خودشون که دیگه هیچی ازشون باقی نمیمونه. این آدم ها رو به اینجا نرسونی که دیگه هیچ چیزی در توانشون نباشه برای اینکه باز بهتون ببخشن.